کند. چی گفتند؟ اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیه. ای خدای مهربان، باز دعا کرد برای ما در باب خمر روشنتر خبر بده. از خداوند باز طلب کردند. من میگویم و منافع للناس، بعض فایده های برای مردم دارد، لیکن گناه وی از فایدهش در زیادتر از خدا گفت. فایده هاش تفسیرهای قرآن در میگوید شهوانی میشود و اقتصادی میشود. یعنی عرق فایده های شهوانی دارد و اقتصادی دارد. شهوانیش همین است که وقتی او را خوش میکند، وقتی عرق می نوشد، عرق نوش مثال وقتش خوش می شود. خب و اگر خیلی آدمی بخیل هم که باشد میگوید بعد سخاوتمند می شود آدمی که عرق می نوشد. بعضی مفسرها گفتن خوراک خوب هضم می کند، فایده هایی که برای مردم می داده است. لیکن خدا گو اسمش گناهش از فایدهش زیادتر است، زیرا از همه بزرگترین نعمت برای انسان عقل هست. عقل او را دور می کند و او فحش می گوید، ناسزا می گوید، دلازاری می کند. قمارش هم همچنین. حضرت عمر باز دعا کردن خدایا برای ما آیت روان کن که روشنتر باشد. اگرچه بعضی صحابه ها بس کردن از روی این آیت، لیکن باز خمر دوام داشت، خوردنش دوام داشت. دوم آیت آمد. دوم آیتش سببش میگویند این است که وقتی میگوید صحابه ها در یک خانه جمع شدن، حتی حضرت علی را هم نام میبرند، وقتی میگوید نماز شام شد یا نماز خفتن بود، اونها مست بودند و خیستند خواستند که نماز خوانند. وقتی میگوید آغاز کردند قل یا ایها الکافرون ما اعبد ما تعبدون و نحن نعبد ما تعبدون، به نهایت غلط خواندن آیته. سوره قرآن تماما غلط خواندن و در حال آیت آمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تقربوا الصلاة وانتم سکرا حتی تعلموا ما تقولون. خداوند روان کرد بر محمد صلی الله علیه و سلم و تمام پیروان خود خبر بده که وقتی مست باشند به نماز نزدیک نشوند. این آیت آمد. این آیت هم سبب شد که بعضی از صحابه ها باز بس کردن، لیکن روشن نبود. حرام بودن او تا حال روشن آمدگی نبود. عاقبت باز حضرت عمر دعا کردن پروردگارا برای ما حرام بودن خمر و قمار را روشنتر بیان کن. مفسران میگن این دعای حضرت عمر بود. عاقبت میگه در سوره مائده با طریق روشن پروردگار روان کرد آیت را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير. این آیت آمد. حضرت انس میگوید من در خانه ابو طلحه بودیم، در همونجا میگوید کنت ساقی القوم، من ساقی قوم بودم. میگوید تا حال میگوید این آیت که ما به گوش ما نرسیده بود، من در خانه حضرت ابو طلحه نشسته بودیم. عبیدالله ابن جراح هم میگوید بود، عبدالرحمن ابن عوف هم بود.
میگوید در اونجا ما در حالت نوشیدن خمر بودیم و من حضرت انس که قریب 10 سال خدمت حبیب خدا را کرده است میگوید من ساقی بودم. و ناگاه میگوید یک ندای شنیدیم کسی از بیرون فریاد زده ایستاده است. میگوید وقتی بیرون برآمد مرا فرمان داد اخرج ما هذا صوت، گوش انداز این چی میگوید منادی، این فریاد زننده چی میگوید. حضرت انس میگوید بیرون برآمدم این منادی میگفت ان الخمر قد حرمت. الحال من از نزد حبیب خدا آمدم، آیت آمد که به تحقیق خمر حرام شد. میگوید در حال گشتم آمدم گفتم ابو طلحه این نماینده پیغمبری خدا بود و آیت روشن برای حرام بودن خمر آمد. میگوید زمان این شنیدیم، در حال میگوید همون قده هایی که داشتیم در زمین گذاشتیم شنیدیم. البته حکومت ایمان چی بزرگی هست. وقتی که انسانی که ایمان داشته باشد با شنیدن این آیت ها، با شنیدن این سرگذشت ها، در حال البته آن پیاله می در زمین میگذارد. میگوید در من فرمان داد که بیرون کن این خمهایی که هست همه را در کوچه ها رفته بریزانی. حضرت انس میگوید برداشتیم بیرون برآمدیم، تمام توده مسلمان ها خمهایی که در او خمر داشتن عرق داشتن در کوچه های مدینه میگوید پاش میدادن میریختن، حتی مثل نهرها میگوید مثل همون جویبارها بر این میگوید خمر روانه شد، در خاک ها حتی جلا میداد همه خمر بود. حکومت ایمان. بین یک زمان امریکا هم فرمان برآورده بود که عرق نوشی بس، لیکن ایمان که نیست از عرق نوشی باز نایستادند. گورباچوف در زمانهای دولتداریش فرمان برآورد، حتی تاکها انگورها بریده شد، شیشه ها شکسته شد، لیکن باز عرق نوشی اوج گیر برای ایمان ندارن اونها. که حکومت ایمان چنان حکومتی هست که با مجرد شنیدن صحابه ها میگوید همه در زمین گذاشتیم. حتی از شام میگوید تجارت خمر داشتیم، تاجرها میگوید وقتی که به نصف راه به مدینه ندار آمده که شنیدن که عرق حرام است، در بین راه میگوید گذاشتن نزد حبیب خدا آمدن. گفتن حبیب خدا آیا در باب خمر چیزی هست؟ گفت امروز ای پیروان من الکی خمر حرام شد، با طریق واضح مرحمت خوانید. میگوید آمدن در همون بین راه، دیگر نگفتن که من در اینجا 1000 سامانی و 10,000 سامانی صرف کردم اینشم میفروشم بعدا نمیکنم، نگفتن، در جاش ریختن نابود کردن، زیرا که حکم خدا بود. انما الخمر والمیسیر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. خدا میگوید به درستی این که خمر، عرق، میسیر، قماربازی، انصاب و ازلام، فالبینی و بتپرستی رجس، پلید هستند. مفسران میگویند خداوند رجس، کلمه رجس را که پلیدی هست فقط در گوشت خوک و در بتپرستی استفاده کرده است و خلاص. و این چونین انا همین کلمه رجس خداوند در خمر و در قمار و در بتپرستی و در فالبینی هم استفاده بود. قمار که امروز بسیاری از برادران نمازخوان ما و شما هم به او وابسته هستند، میبینی کدام بازی نباشد در نزد مذهب ابو حنیفه بازی ها بی پول هم که باشد این مکروه تحریمی آمدگی است. اگرچنده که بعضی از عزیزان ما و شما بی پولش رخصت دادن به غیر نردی بازی کردن، بی پولش اجازت دادن، گفتن اگر با شرطی که این بازی ها مانع از نماز و از ذکر پروردگار شما نشود. لیکن نزد مذهب ما و شما، نزد مذهب امام ابو حنیفه بازی کردن با همان نمود بازی ها را مکروه تحریمی گفتند.
این رجالا یتخوضون فی مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامه. پیغمبر خدا گفتن کسان از بندگان خدا اگر به غیر راه پروردگار، یعنی ناحقانه در مال یک برادرش صاحب می شود، یقین داند که جای وی دوزخ است. یعنی این ناحقانه ما و شما بالای مال یک برادر صاحب میشه با طریق بازی کردن قمار. خدا در قرآن میگوید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شما مال یکدیگرتون با طریق باطل نخورید. یعنی این با طریق باطل خوردن مال است، چی در قرطه، چی در لتا، چی در نردش باشد، چی در شخمتش باشد. اگر با طریق پول ما و شما قمار بازی کنیم، اینم ریچس است، اینم پلید است. گفتند خداوند این را ریچس خواندن، این پلید است، من عمل شیطان گفت، این عملهای شیطانی است. گفتند حتی حبیب خدا میگوید، یک نفر گوید که تعالی یا صاحبی اقامرک فلیتصدق. اگر حتی یک نفر گوید به سوی رفیقش با طریق شوخی بیا قمار بازی کنیم، حبیب خدا گفتن حتمی برای این کلمت صدقه کن که گناه کبیره نویسانده می شود. با طریق شوخی اگر شما گوید که بیاید قمار بازی کنیم، حتی حبیب خدا گفتن فلیتصدق، صدقه کند که این سخنش گناه در نزد خداوند نویسانده می شود. البته این ضایع کردن مال است، این ضایع کردن از همه نعمت وزین. این چی است؟ این عمر انسان است. شما یک ساعت دو ساعت از این بازی ها سیر نمی کنید. شما حتی که هست شخصانی که دیگر در اون حالت نه نماز پیشین به یاد اونها میزند، نه نماز عصر به یاد اونها میزند، که این نمازها را حتی خوانن هم در آخری وقتش میخوانند برای شیرینی همون بازی که اونها مشغول هستند. وقتی میگوید این آیت که آمد، حضرت عمر میگوید وقتی این خواند یصد عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. خدا گفت که این خمر، این قمار چنان بازی ها و چنان نوشاکی های هستند که شما را از ذکر پروردگارتان و شما را از نماز باز می‌دارد. فهل انتم منتهون. خدا گفت آیا باز میستین از این یا نه؟ میگوید حضرت عمر وقتی این خان گفت انتهینا، پروردگارا بس کردیم، پروردگارا با همین روز خاتمه بستیم، تمام ما دیگر به قمار و با عرق نزدیک نمیشویم. خوش به حال همون امتانی که این سخنی که حضرت عمر گفت انتهینا، تمام پروردگارا، کاش که این کلمه تمام در زبانی این امتانی که امروز در این بین مردم ما و شما زندگی دارند این کلمه را تا که داخل بگرداند.